سلام، امین هستم. با ویدیوی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید دامپزشکی، رشته دامپزشکی ابعاد بسیار بسیار وسیعی داره. خب ما دامپزشک‌ها تخصص‌های متفاوتی داریم یا دامپزشکان عمومی هستیم که به شما خدمت رسانی می‌کنیم. در زمینه تخصصی خب همکاران ما هستن که فعالیت میکنن، تخصصهای متفاوتی هست و با فعالیتشون حالا کارهایی که انجام میدن در زمینه تشخیص بیماری ها، درمان بیماری ها به ما کمک میکنن. یک سری دیگه از همکاران ما هستن که در زمینه حالا مثل شیلات، مثل طیور صنعتی، مثل مرغ و بوقلمون، شترمرغ و یا دام بزرگ مثل گاو و گوسفند و پرورش اینها و نظارت بر اینها به همراهان عزیزمون خدمت رسانی میکنیم. اما یک سوالی رو که یکی از دوستان از من پرسید در رابطه با مرغ بود. حالا شاید مثلا اون چیزی که براشون سوال بود از دید ما که دامپزشک بودیم بتونیم پاسخگو باشیم، چون این پاسخ گفتن به این سوال جزو کارای ما دامپزشکا هست. و ایشون از من پرسید که آیا وقتی که ما میخوایم که یک مرغی رو تهیه بکنیم، مرغی رو که واسه خوردن تهیه بکنیم، نیاز هست که شستشوش بکنیم یا اینکه خیر؟ باید عرض کنم به این خدمتتون که شما وقتی که یک مرغ رو میخرید، میخوام با هم یک مرور داشته باشیم، شاید به دردتون بخوره این قضیه. مرغ داخل یک بسته‌بندی هست. مرغی که داخل بسته‌بندی هست یا در گرید بندی داره. گرید بندیش یا A پلاس یا A هست یا B هست. مرغ هایی که گرید بندی A پلاس رو دارن، بعد اینکه شما با همون کیسه خریدش میکنید و میارید خونه، یعنی توی قصابی خوردش نمیکنید، میتونید که تو همون بدونی که شستشوش بکنید استفاده بکنید، چون کاملا ضدعفونی شده و تمیز هست. مرغ‌های A نیز به همین ترتیب. اما چه تفاوتی بین مرغ‌های A و A پلاس و B هست؟ مرغ‌های B که خب خیلی کم شاید پیداشون بکنید و بیشتر در شهرهای همسایه تهران پیدا باشن و در خود تهران و یا شهرهای بزرگ دیگه پیداشون نکنید، مرغ‌های B هستن. این مرغ‌های B، مرغ‌های تایپ B مرغ‌هایی هستن که داخلشون اما و احشا هست و خیلی سریع فاسد میشن و در نتیجه باید که سریع مصرف بشن. حالا عرضم خدمتتون که پس اگر مرغ رو تهیه میکنید که لحاظ گرید بندی A پلاس و A هست، نیازی به شستشوی اون ندارید. و یا بعضی از بسته‌بندی های کارخونه‌ای هست که حالا نمیتونم اسمش رو ببرم، ولی خب حالا معروف هستن و بسته‌بندی دارن، تاریخ مصرف دارن، تاریخ تولید و تاریخ انقضا دارن، اونها هم نیاز به شستشو نداره. حالا اگه بشوریم چی میشه؟ مرغ ها اگر که خب آلوده باشن، مثلا تایپ بی ها یا مرغ هایی که به صورت فله شما میخرید، ممکنه که به یک سری باکتری ها آلوده باشن، مثلا سالمونلا. زمانی که شما مرغ رو توی سینک ظرفیتون میشورید یا تیکه میکنید، این باکتری روی اون سطح میمونه و خیلی کم پیش میاد که خیلی راحت و تمیز بشه برطرفش کرد و اون آلودگیه میمونه و میتونه باعث آلودگی شما بشه. پس بهتره مرغ رو وقتی میخرید همونجوری فریزش بکنید. بعضی از نمیگم همشون بعضی از باکتری‌ها در دمای فریزر یا فریز کردن از بین میرن، بعضیشون در دمای پخت از بین میرن و یا زمانی که حالا شما مثلا دیگه نهایتاً اگه وسواس داشتید، میتونید زمانی که میخواین تبخش بکنید همون یه تیکه رو فقط شستشو بکنید. پس این پاسخ به سوال دوستمون بود. امیدوارم که برای شما جالب باشه. سوالاتی از این دست قبیل هم که در حیطه دامپزشکان باشه رو ما پاسخگو هستم، در خدمت شما عزیزان هستم با اطلاعاتی که از حالا یا خودم دارم و یا اطلاعاتی که من از همکارانم میگیرم و اطلاعات رو تکمیل میکنم تا سوالات شما رو به نحو احسن و پاسخ درست بهشون بدیم. پس اگر ویدیو به دردتون خورد، حتما برای دیگر دوستان که چنین دغدغه‌ای رو دارن ارسال بکنید
تا اونها هم استفاده بکنن. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. روزتون بخیر.